جناب عالی، واقعا شما شخصی هستید که تاریخ این ملت نمیتواند شما را فراموش کند. یعنی شما معماری هستید که خشت‌های این ملت را با زحمت و تلاش‌های شبانه روزی قالب ریخته بنیاد کرده ایستاده اید. این چنین دستگیری و خدمت‌هایتان را نسبت معیوبان، بپرستاران، کم بضاعتان در هر نفس احساس کردن ممکن. در خاطر دارم وقتی که مرکز ملی توانبخشی برای کودکان و نورسان چهارباغ در ورزاب با تجهیزات معاصر و مخصوص به استفاده داده شد و از طرف لیسته برای تبریک همان دستورالحکام برده بودند. همانجا شما از ما پرسیده بودید یگان مشکلی یا کمبودی دارید؟ ما گفتیم نه و من دست برداشتم و گفتم من در لیست اینترنتی کسبی مخصوص معیوبان تحصیل می نمایم که وقت امکان داشته باشید تشریف بیارید و همراه خوانندگان صحبت آراییم. شما با یک تبسم صمیمی پاسخ دادید البته بچه جان حتما می آیم. این برای من یک دلگرمی و صمیمیت نسبت ملت و داشتن مثل شما سرور را به وجود آورد. در هر سخنرانی و برآمدهایتان تاکید میکنید دوستی و برادری نسبت همدیگر، محبت و صداقت نسبت به وطن، سخاوت و مروت نسبت به معیوبان را فراموش نکنید. این از آن شهادت می‌دهد واقعا با دستگیری شما و اراده قوی ساکنان این کشور بهشت آسا می‌توانیم این ملت را پابرجا و گل شکوفا نماییم. در پرتو پیام‌ها و دستگیری به‌واسطه شما از سال 2005 است که 96 نفر ختم کننده این مؤسسه دولتی در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی طریق امتیاز تحصیل و فعالیت دارند.